من واقعا در چهره همین زن شجاعت هم میبینم. من تا همین روز به همین اصول یک مرد جوابش ندیدم. واقعا یک زن در مقابل پلیس میگه که گنرال تبگو برای زنی خود چه بیاره در بین مردم نشان بده، نمایش بده. من برای نمایش نیستم. یک مادر حرف زنه فرزندش دستشویی پلیس قاشاش تراش دیدن. میفهمین؟ گفتن که چی داره؟ جادو کرده. در شعبه پلیس بیچاره را زدن میگن جادو کرده، جادو قاشاش چین دست. به تمیزو، به فرهنگو. مرحمت، همین نوارا ببینید. هیچ وقت کافر نه. مسلمان هیچ وقت کافر نه. چه کلوبو را محکم نمیکنین؟ دیسکوتیکو را محکم نمیکنین؟ هیچ بود دموکراتی یعنی چیز مول دموکراتی که واسه ما چیکار بفورا میکنم؟ چیکار بفورا میکنم؟ خود من یکرش خود حجاب میکنم. تو جنما دا چیکار داری؟ آفاش. ها. پولیس روباریات. اما روباریات هم پیشنهاد من خودم خچگار میزنم. تو مرا بیاره در کدام اساس حق داره که سطری مرا اما بکشه؟ قانونش نشونه تو ما. بیا آخه من قانون تاجیکستان چیکار دارم؟ من نمیخوام که کلوب محکم شه. چون محکم نمیشه؟ قانون تاجیکستان چیکار داره؟ تاجیکستان زندگی کسی چیکار کنه؟ اکا مرا کو اومده در قدی راه نگو من خودم مزه نیست. من اون اشاره کردم که برای بو سطرش بکشه. اونمو گنرال تا پنرال دا برای بو که زن شب بگیره کونیلیش کنه در مردم نشان بده. یه چی میگین؟ این مسئله را حرف میزنین. من واقعا در چهره همین زن شجاعت هم میبینم. من تا همین روز به همین اصول یک مرد جوابش ندیدم. واقعا یک زن در مقابل پلیس میگه که گنرال تبگو برای زنی خود چه بیاره در بین مردم نشان بده، نمایش بده. من برای نمایش نیستم. من برای نمایش نیستم. چرا دیسکو کلوب ها بسته نمیشه؟ روسری من باید گرفته شود. مگر دیسکو کلوب، رقص و بازی، امو جنبان از فرهنگ تاجیکی است؟ پس چرا دعوای شما سری فرهنگ است؟ برای چی؟ دعوای شما سری فرهنگ است. برای چی او احمقی که از غرب برای ما اومد چرا او را برای برهنه نمیکنین؟ اما یک روسری، یک زنی مسلمان برای شما قانون جمهوری تاجیکستان. بسیار سوالی مهم همی زن داده است. جواب تین. چرا دیسکو کلوب هاتون بسته نمیشه؟ من میخوام قانون، چرا قانون باید با ارزش های من برابر باشه؟ یک مسلمان، یک انسان چی ارزش داره؟ نمیشه قانون خلاف ارزش های یک انسان باشه. حقوق آزادی انسان کانستیتوسیا گفته است من کفالت میدم حقوق آزادی های تو. پس نمیشه تو قانون برای که تو روسری نکن، تو روسری بکن. تو یک زن دیگر امروز یک مادر حرف زنه فرزندش دستشویی پلیس قاشاش تراش دیدن. میفهمین؟ گفتن که چی داره؟ جادو کرده. در شعبه پلیس بیچاره را زدن میگن جادو کرده، جادو قاشاش چین دست. به تمیزو، به فرهنگو. ایشته چی میگین؟ این مادر با همین مادریش واقعا جوابی درست داده است. واقعا جوابی درست داده است. چندین بچه‌ها را از کوچه ها قبیدن، بردن ریشاشون تراشیدن، خاموشن. حتی فرار کردن، آمدن امریکا و اروپا و روسیه و تو هر کجا که رفتن حالی هم خاموشن. حاضر هم خاموشن. اما یک زن با همون زنش جنسی لطیف، با همون زنش شجاعت نشان داد و مردانه گفت برای همون گنرالی که او اشاره کرده که برای از روسری و زن بگید، برای بگو زن و دختر و مادر خودش برای در بین مردم اوریان بکنه، نمایش بده. بسیار جواب خوب. خوش به حالت. ما از وسط مردها چونین مرد پیدا نکردیم که بگه که برای خود ریش تا بگی، برای نمیدونم سری لیج میگردی، کونی لیج میگردی، اوریان میگردی، برای بگرد این ریش مالی من است، این فرمان است، من میکنم میره. من این حق دارم. این چیز ما ندیدیم. اما یک زن در مقابل زن بدنش برای ما یک شجاع، یک مکتبی رو نشان داد. یک عکس العمل نشان داد که ای مردا شما نیز میتوانی. شما نیز میتوانی که اینخ دفاع بکنین. او گنرالی حق نداره که برای روسری ما بگیره. حقوق و آزادی های شهروند دولت کانستیتوسیون کشور کفالت داده است. من حقوق دارم. حقوق دارم همچون یک مسلمان در این کشور زندگی کنم. حقوق دارم همچون یک کاتولیک زندگی بکنم.
حقوق دارم همچون کمونی زندگی کنم، حقوق دارم همچون یک نمیدونم دیگر مذهب و دیگر رویه و دیگر دین ها زندگی بکنم، اتئیست زندگی بکنم. یعنی قانون کشور یه اجازه داده است. دیگر تو از فرهنگی نمیدونم غربی میگی، شرقی میگی، فرهنگی تاجیکی میگی، فرهنگی فارسی و دری میگی، دیگه هیچ رول بازی نمیکنه. در اینجا حقوق و آزادی انسان رول مهم میبازه. گارانتی داده است کنستیتوسیا. قانون اساسی گارانتی شده است. میفهمین؟ اما شما در اینجا چی اومدین دعوا کردین؟ روسری تا بگیر قانون تاجیکستانی گپ میگه. با همون خاطر باز هم من با جوانان میگم که خب شجاعت از همه بعضا مورد از مادرها باید آموخت که مادرها چی میگن.